این اولین ویدیوی پرشین منه، یعنی فارسی. خب امروز من الان تو دنیای آبادم که کلا میدونید که خیلی بازی خوبیه و من یه بیمارستان درست کردم، فقط بیرونش خیلی مونده، پس بیا درستش کنیم. من و دوستم درستش کردیم، ولی خب من نمیخوام، چون خب هرچی. ببین ما الان باید بریم نه درستش کنم. خب باید ببین این اینتریور یعنی همون ساختن. ببین الان من میخوام بهش آبشار بذارم، یه آبشار که خیلی خوب. اصلا کلا نمیخوام آبشار بزنم. خب بعدش بریم تو. خب دیگه ببین الان اینجوری شد، ولی من میخوام بذارم اینجا چون وای خدا دیدن هرچی دیگه خیلی خنده داریم ما. نه خیلی هم خنده دار نیستیم، ما فقط خیلی مسخره ایم اینا. هرچی من تنها ما فقط بعضی وقتا کارایم خودم حرف میزنم و کلن والا خودم با خودم داشتم حرف میزنم. خب حالا این اولین ویدیوی فارسی خیلی دوست ندارم واقعا چیز میشه. خب الان اینجا ما یه کاسه میخوایم، یه کاسه. بذار اول یه چیزی بیارم. آها اومدم. خب شاید بگم اینجا خیلی خوبه، ولی خب چون من میگم اینجا خیلی خوبه، فکر میکنم عالی ترین و قشنگ ترین میتونه باشه. و بذار ببینیم اینم میتونه باشه. آرزوم بود اینو داشته باشم، ولی خب الان دارم. نگاه کنید چه انیمیشنی دارم. خب ببینید من الان چند تا انیمیشن دارم، خیلی خوبه. یعنی کلا شماها میتونید بشین، یعنی تو هر مغازه میتونید این از اینا میتونی بذاری، ولی خب چون از اینا من گذاشتم شاید شماها دوست نداشته باشید، ولی خب من خیلی دوست داشتم. منو دوستم ها. ببینید الان من اصلا کلا اصلا بگم چیه، من قراره ببین بچه اصلا کلا اینو من تنها ما واقعا میگم. و الان نچرال شیکم که میذاریم خب اصلا چیزی نیاورده، چون من کلا اصلا هیچ پکی یا نخریدم. خب حالا بریم ببینیم اینجا چه کار کنیم. اینو باش چقدر خوبه، خیلی آرزو داشتم. یه تلویزیون هم داره، فقط این ورشو چی بذارم ما الان مشکلمونه که چرا ما یه کاسه نداریم. خب بیا بریم برداریم. اول من یه خونه درست کردم و دوم که من کلا هم دوستم، ولی چرا وقتی میریم تو هم آهنگه هست. پس این قرصه رو میخوایم. خب بذار بذاریم تو این و وقتی آنده مثلا اینجا میخوایم، یعنی چیزای دکتری میخوایم. خب حالا بذار بریم بعد این کاسه رو میخوایم. خب دیگه برای اینجا کافیه، بعدم بهتون نشون میدم اصلا چطوری میشه درست کرد اینجا رو. از کلا اونجا انباریم بود، ولی چون نمیخوام مثلا هیچ کاری بکنم و ما برای سانرایز هیلز که کاملا و چیزی که میخوایم برای اول اینه که من کلا نمیخوام چیزی نشون بدم. خب هرچی دلتون میخواد بردار. خب ببینید الان من اینجام و در حالی که میخوام پوست استفاده کنم. نه اینجوری. خب دیگه حالا اگه میخوایم ما میتونیم چشماشو سبزنگ کنیم، خیلی خوبه. و در حالی که هست من فکر میکنم ابرو نذاریم بهتره. و در حالی که میگیم اینم خیلی خوبه، عالی ترینش میتونه
بذار انتخاب کنیم. آهان بذار ببینیم. این فکر کنم بهترینه. من فکر میکنم بذار ببینم اینم میتونیم اینجوری بزنیم. نه نمیشه. بند شد. اینم نه اینم نه. این خیلی دراز شد. اینم نه خوب نیست. اصلا کلا بدترم شد. من چرا نمیتونم انتخاب کنم؟ بابا خیلی حاصل خوب من نمیتونم. من اصلا کلا من نمیتونم پیدا. و در حالی که میبینین من قراره ببینم. آها این خوبه. و نه هم خوبه. فقط که اینو بذاریم بهتره. نه آره فکر کنم این بهتری شد. و در حالی که میبینید من نه تقریبا بذار انتخاب کنم. نه اصلا کلا نیست. کجایه؟ چرا نمیتونم پیدا کنم؟ این بره. نه کلا بد شد کلا. وایسا این فکر رسید. من کلا میتونم اینم خوبه. خب حالا بذار ببینیم الان دیگه چی میتونیم انتخاب کنیم. آها این لباس خوبه. بذار اینم بهتر شد. حالا یه کت میخوایم که آخراش هم اینه. حالا کفشاش و پشتش نه کلا نمیخواد. این نمیخواد. نمیخواد. در کرکترمون درست کردیم. حالا منو ناپدید کردن. اینم طبقه دومش که میگم خیلی خوبه. بیا درستش کنیم. اول از همه ما قراره اینجوری بکنیم. این باگ هپن شد چون من نمیخواستم. و در حالی که میگم میخوام اینو پاک کنم. خب بچه یه باگی هست که میتونم بهتون نشون بدم. اول بروید بیرون بعد دوباره بیاید. خب تقریبا میبینید که اینجوری شد. اول بعدش برید تو کریئتر که کلا میدونید و در حالی که برید بعدش بروید بیرون و در حالی که طبقه دومم هست. خب اینم میتونیم بذاریم ولی خب چون من نمیتونم بذارم ولی شما بلد نبودید من میذارم که اینجوری باشه. ما دوتا هستیم ولی خب چون من حرف میزنم کلا ما دوتا هستن. کلا قراره ما دوتا قراره صحبت کنیم ولی خب فقط اینم که رفت تموم شد. بعضی وقتا هست خب که قراره خیلی خوب شد. آفرین به خودمون. خب و بچه من برای چند دقیقه میرم دستشویی. بچه من داشتم شوخی میکردم. ما دوتا زدیم به خنده. خیلی خوب شد. خب به جای آسانسور میتونیم از این استفاده کنیم و من نمیخوام آپدیتش کنم. نمیخوام. Yes. I don't want to update it because it's the best. خب دیگه بچه حالا بریم به کارمون. من نمیخوام مثلا آپدیتش کنم. بگم چرا؟ چون خیلی خوبه این باگ. کلا اصلا خوبه خیلی خوبه این باگ. خیلی خوبه. خب دیگه ببینین ما اومدیم اینجا. برامون بیاریم برای هر چقدر دلم میخواد میتونیم بذاریم. نگاه کنید هر چقدر دلم میخواد میتونیم بذاریم. میدونستید؟ وای خدای من چقدر خوبه. یپی سلام بچه ها. من دوست آریسا هستم و میخوام برم اتاق
حالا بسازم. من بیای این شکلی که همونطور که آنیسا گفت. حالا میریم اینجا پیش آدماتون که هرچی هستن. آره. بعد دوباره یه دخترم منم اینجا هست. بعد یه ذره اینجا این کارم بکنه. بعد میریم بیرون و متاسفانه طبقه عوض نشد. پس باید کل همه این تختا رو پاک کرد. یه دقیقه بچه‌ها یه دقیقه برید بیرون. یه دقیقه بریم بیرون. کاسپلیا لطفا برید بیرون. آدما برید بیرون دیگه. ببخشید یه ذره بازی ما قاطی کرده. تو بیمارستان واسه همون لپتاپ آورده. اونم تو کجا؟ اتاق عمل. خب بریم واسه ساختن اتاق عمل. اول دکتر خانم پیچی پاچو و دکتر خانم سچی توهو و دکتر نه ببخشید پرستار خانم لحوی سکر. ایشو اسمایی که از خودم تقلید کردم مگه نه دخترمه. خب دخترم من بخورده این چیز کی میخوام حرف بزنه. خب با دیوونت کی حرف بزنه. البته من انگلیسی بلد نیستم بخاطر همین دارم هبلا بلا می‌نویسم واسه. حالا خوابم میاد. حالا تعبیر خواب پرچی بیرون. حالا نه ایو مقصد. بچه امروز خنده دارترین ویدیوی دنیاست و خیلی خوبه. خب من نمیدونم اتاق من رو چجوری باید بسازم. اینو ببر به ما آمد. خب میریم اینجا هیچ نداره. خب پس میریم همینجا. بعد اینو میزنیم و بعد ننداشتن چی میوردم. آها فرش نمیخوام من یه تخت میخوام. یه دونه چپاچا میخوام و یه دونه نخل مبلم بذارم عزیزان. بچه ها این شب آب دمو سنج آب میخوام. دمو سنج آب هی دمو سنج آب هی دمو سنج آب هی دمو سنج آب هی دمو یه دونه جارو شارژی برقی دایره‌ای پیدا کرده. حالا من از این همه اینا رو نمیخواستم. ببخشید 2 سال طول میشه. 2 سال با ببخشید ما نمیتونیم اتاق عمل بسازیم به جاش اتاق پیانو بسازیم. خب سال دیگه میبینمتون. یه عالم اوکر و یه عالم سوس و یه عالم دیوونه خونه است دیوونه خونه است و بخوام مبلم بذارم تو مبله ها اومد. بعد خدا تا ویدیو بعدی